بیش از 70,000 خودرو در شبانه روز از تونل تولید تردد میکنن، ولی متاسفانه تعداد تخلفاتی که ما داریم در روز 400 تخلف صورت میگیره. یکی از پارامترهای مهمی که ما شاهدش هستیم عبور کامیون و عبور موتورسیکلت هست. هیچ موقع در سرعت 60 کیلومتر این شدت تصادف شما مشاهده نمی‌کنید. خب تصاویر رو دیدید. پس چرا بیام اینطوری رانندگی کنیم، به صورت مارپیچ بریم، سرعت زیاد بریم، هم به خودمون صدمه بزنیم، هم به دیگران صدمه بزنیم، هم باعث ترافیک در شهر تهران بشه. دزدان دریایی باز هم ضرب شست ارتش ایران رو چشیدن. نیروی دریایی